اینجا مسجد مکی زاهدان یکی از زیباترین مسجدهای دنیا. معماری رو ببینید فقط. همیشه خیلی دلم میخواست از مسجد مکی معروف دیدن کنم. بالاخره وقتی اومدم زاهدان قسمت شد بیام و ببینمش. راستش وقتی اولش چشمم بهش خورد ماتم برد. فکر نمیکردم اینقدر زیبا و بزرگ باشه. منو یاد مسجد احمد سلطان ترکیه انداخت. یه معماری فوق العاده زیبا از ترکیب معماری اسلامی و بیزانسی. این مسجد سال 53 به همت مولوی عبدالعزیز در مساحت 600 متر با 2 مناره به ارتفاع 37 متر ساخته میشه که بعد از تقریباً 20 سال با رشد جمعیت و نیاز به فضای بیشتر برای نمازگزاران قسمتی از مسجد تخریب و در دست توسعه قرار میگیره که هنوز هم ساخت اون ادامه داره. توسعه این مسجد توسط مردم و خیرین انجام میشه و از هیچ دولتی هیچ بودجه‌ای دریافت نمیکنه. در حال حاضر این مسجد 33,000 متر مربع مساحت و 4 مناره به ارتفاع 92 متر و 52 گنبد داره که ارتفاع گنبد مرکزی اون به 46 متر میرسه. واقعاً بزرگ و زیباست. نکته جالب نورپردازی هوشمند این مسجده که در وقت نماز نور مسجد به رنگ آبی در میاد تا کسایی که صدای اذان رو نمیشنون متوجه وقت نماز بشن. خیلی کار باحالی کردن. شما خبر داشتین تو ایران همچین مسجد بزرگ و زیبایی هست؟